امروز میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چطوری داخل بیس ماینکرافتتون شیدر پک بریزید و شیدر بزنید. ببینید همتون اینو میدونید که شیدر خیلی به کوالیتی و کیفیت ماینکرافت کمک میکنه و ماینکرافت رو از اون فضای تکراری و خسته کنندش در میاره و یک کوالیتی خاصی به تکسچر بازیتون میده. پس اگه میخوای یک شیدر خفن و عالی روی بیس ماینکرافت نصب کنی مثل این شیدری که من الان نصب کردم، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون که میخوام بهت یاد بدم به ساده ترین روش یه همچین شیدری رو داخل بیس ماینکرافتت بریزی، داخل دنیای سوروایوال یا هاردکور خودت بیاری، یا وقتی یک دنیای جدید خواستید و اونو بازی کنی بتونی این شیدر رو روی اون بریزی. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اون دکمه لایک رو بکوبید. ماینکرافت بازا برای حمایت از من چنل رو حتما سابسکرایب کنید تا آموزش و ویدیوهای خفن بعدی رو از دست ندید. چند تا سورپرایز در آینده براتون دارم که به زودی بهتون نشون میدم. خب ببینید این شیدری که من زدم یکی از بهترین شیدرهای و بهتونم پیشنهاد میکنم که حتما شما هم این شیدر رو بزنید، چون واقعا لایت و خفنه. اونطور که میبینید آب رو هم خیلی خوشگل نشون میده و از اون حالت مسخره در میاره بازی رو. خب بریم که بهتون یاد بدم چطور این شیدرها رو بریزید. Let's go. خب بچه‌ها ببینید با این دوتا برنامه‌ای که اینجا براتون گذاشتم شما میتونید شیدرهای مختلفی رو روی ماینکرافتتون بریزید. حالا من اسم اون شیدری هم که داخل ویدیو بودش رو بهتون میگم تا بتونید اونم دانلود کنید. با این دوتا برنامه میتونید شیدرهای خفنی بریزید، ولی به نظر من برنامه سمت چپی، برنامه اولی خیلی بهتره، چون تنوع شیدراش بیشتره و خیلی هم راحت تر میشه نصبش کرد، چون اسمش هم همینه، شیدر مود. ولی این مودای برای ماینکرافت داره که اگرم دوست دارید آموزش زدن مودهای مختلف، هر مودی که دلتون میخواد رو بذارم، حتما این پایین برام بنویسید که چه مودی رو بذارم. خب اول بریم از همون برنامه اول شروع کنیم. روش میزنیم و با این صفحه مواجه میشیم. میبینید که یک عالمه تنوع شیدر داره، شیدرهای خیلی خفنی داره. میتونید بر اساس سلیقتون یک دونه از اینا رو، مثلا اینو انتخاب کنید، روی دانلود بزنید و هر وقت که دانلود شدش بزنید روش و برید اشغال کنید دیگه. اینجا گزینه لیتر رو میزنید، گزینه سمت چپی که براتون علامت زدم، و اینجا این اینستال رو میزنید. به همین راحتی از این پایین هم ماینکرافت رو انتخاب کنید که حالا آموزش داخل بازی رو میریم داخل بازی بهتون میگم. بریم فعلا سراغ اون برنامه دیگه. روی برنامه کلیک میکنید، خیلی ساده اینجا سرچ رو میزنید و شیدر رو انتخاب میکنید. اینجا تنوع شیدرهاش زیاده و بچه ها من خودم این شیدری که داخل اون بازی بود و از اینجا دانلود کردم، همین شیدر سومی بیبی شیدره. میتونید اسمش رو سرچ کنید، میتونید هم بزنید رو شیدر و سومین گزینه رو دانلود کنید. همینطور که میبینید اینا هم عکساشه. خب بریم داخل بازی تا بهتون آموزشش رو بدم. اینجا که اینستال رو زدید اینجا اوکی رو میزنید. حالا من که اینو از قبل دانلود کرده بودم، چه تو اون برنامه چه تو این برنامه گزینه ماینکرافت رو میزنید و گزینه سمت چپی اگه گوشی شیائومی دارید رو بزنید، چون خیلی بهتره که بار همیشه از داخل ماینکرافت نرید، یک بار برید، چون شاید برای مودهاتون نیاز باشه که به برنامه‌ای مثل فایل منیجر یا زد آرشیور برید. برای همون این دفعه اولین بار رو بزنید بهتره. خب وارد بازی میشیم. من اینجا از گیمم میام بیرون، دوباره میرم رو. اگه خواستید که به بیس خودتون این شیدر رو اضافه کنید کار نداره، اینجا روی گزینه ادیت میزنید، اینجا که براتون علامت زدم، یا هم اگه خواستید برای دنیای جدیدتون این کار رو انجام بدید روی کریت نیو ورلد بزنید که اینا رو فکر کنم همه بلد باشین. روی ادیت من میزنم، میام پایین، اینجا روی قسمت ریسورس پک. ببین اینجا ما دو تا گزینه داریم، بیهیویر پکس و ریسورس پکس. شما روی ریسورس پک بزنید چون شیدرها داخل ریسورس پک میره. اینجا این گزینه سمت راستی رو انتخاب کنید، روی گزینه اول میزنید و اینجا هر شیدری که از هر برنامه‌ای دانلود کرده باشین میاره. حالا من چون اون شیدر رو روی بازیم هستش اینجا نمیاره، باید بیام اینجا و میبینم که اینجا شیدر هم هست. حالا من اینو ریموو حذفش میکنم و دوباره میام اینجا دوباره اکتیویتش میکنم که شما ببینید. برای مطمئن شدن که شیدرتون روی بازی اومده اینجا شما اکتیویت رو میزنید و میبینید که اینجا اگه اینجا اومده باشه یعنی درسته.
میرم که بازی رو شروع کنم. 2000 years later. خب میبینید که وقتی اومدم تو بازی این شیدر برای من اومد و منم بهتون پیشنهاد میکنم بچه همین شیدر رو بزنید، چون بقیه شیدر یکی میبینی نورش زیاده، یکی حجمش زیاده و اینا به در نمیخورن. همین به نظر من بهترین شیدریه که من دانلود کردم. اسمش هم بهتون گفتم، حالا دوباره این پایین براتون میذارم اسمشو، توی دیسکریپشن هم میذارم اسمشو که بتونید برید دانلود کنید. و این نکته کوچیکی هم میرم بگم که بچه اگر گوشیتون یک مقدار مدلش پایین تره ممکنه با زدن شیدر یک سری لگ یا باگ داخل بازیتون ایجاد بشه که اونا هم قابل رفع، میتونید رفعش کنید. ولی اگه خیلی حجم شیدرتون بالا باشه یکم لگ میزنه بازیتون و یکم اعصاب خورد کن میشه. ولی بازم شیدر خیلی بهتر از اینه که بدون شیدر باشه بازیتون. اگرم بخواین که کوالیتی بازیتون رو وقتی شیدر زدیم ببریم بالاتر، یعنی لگ کمتر بخوریم، میایید توی گزینه ستینگز، میایید داخل قسمت ویدیو از این گزینه و رندر دیستنستون رو میارید پایین. مثلا ببینید الان مال من 12 چانکه، میارمش پایین تا برسونمش مثلا به 5 یا 6 چانک. ببینید استانداردش 8 تا 12، ولی اگر گوشیتون مدلش پایینه میتونید روی 6 یا 7 یا 5 دیگه خیلی کمش بیارید اگر اسپید رو سروایو میکنید تا بتونید کیفیت بهتری از بازیتون بگیرید. اینم از این گزینه دیگه. حالا نصب درست شد. خب بچه‌ها مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با شما همراه بودم. حتما بچه برای حمایت از من سابسکرایب یادتون نره، دکمه لایک رو حتما بزنید. یه دکمه لایک ساده است بزنید روش و این بزرگترین حمایتی که شما میتونید از من داشته باشید. حتما نظرتون رو درباره این ویدیو زیر این ویدیو برام بنویسید. تا ویدیو بعدی دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.